من آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 ناحیه مسجد رحیم و گلبهار. چطوری که ما مقرر کردیم شما اول از ادبیات بچگانه، بعد از ادبیات کلاسیکی، بعد از ادبیات معاصر و بعدا از ادبیات جهان قرائت کنید آن چیزی که از بر کرده اید. خب از ادبیات بچگانه، وقتی که سخن آید ادبیات بچگانه می رود، اول همون داستانی مشهوری استاد غفار میرزا پیش نظرم می آید با نام داستک که من شکرانه آن را هر روز به نبیره هایم هم می خوانم که چنین است: بود یا نبود، بودگار بود، پالیز نبود، شدگار بود، در یک زمان در یک زمین شاه خلایق مار بود، ماری کلانی زور بود، بد هیبت و خونخور بود، در آن زمان در آن زمین فرمان برش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار، در رو بیرو زردی مخب از بحر من چشنی بیار، رو نیش زن در رنده را، پرنده را، چرنده را، کی از همه شیرین تر است فردا خبر آور مرا. زنبور بالش باز کرد از نزد او پرواز کرد، از پیش غازی می گذشت از غاز او آغاز کرد، چسبید و زود او را گزید، هدهدی بدبو را گزید، گوساله را بزغاله را تای لبی جو را گزید. چون نیش زد بر آدمی کرد آن قدر جانش حضور، کی مزه کرد و باز زد این دفعه یک نیشی چقور. از درد آدم داد زد فریادی با امداد زد، تا داستک دادش رسید زود او به فریادش رسید. چون داستک شد نزد آن زنبور را دادش نشان، زنبور در پرواز بود با خوش خبر شادی کنان. خود را به نادانی زده پرسید از او داستک، کی از همه شیرین بود است قورباغه یا کی فاختک. زنبور خنده کرد و گفت نه این نه آن نه هر دو گفت، آدم خودش دیگر بود است از هر چی شیرین تر بود است. هی هی منی نادان مرم یک عمر پشه می خورم، این پشه خوری جورجان یک زد بجان یک زد بجان. با حرمتی 70 مار نوگی زبانت را برار، گر راست گویی بعد از این من هم کنم آدم شکار. چون داستک ایستاد و دید آمد زبانی آن پدید، با دومکش قیچی یکش شرطی زبانش را برید. جیز جیز کنان ویز ویز کنان زنبور پیشی مار رفت، این داستک چون ترجمان خرسند از دنبال رفت. وقتی که می پرسید مار کی از همه شیرین بود است، جیز جیز کنان ویز ویز کنان زنبور می زد پا و دست. این دم سوی داستک افتاد ناگه چشمی مار، گپ زن چه جیز جیز می کند این زردی بی صبر و قرار. تقصیر گفتا داستک زنبور شاه هم گفتنی است، که هیچ جانزاد جهان شیرین تر از قورباغه نیست. این بود سبب تا حال مار قورباغه خوری می کند، این شد سبب که از آدمان تا حال دوری می کند. این بود سبب با داستک آدم چنان گشت دوسته، که 100 محبت کهنه شد کهنه نشد این دوستی. خب باز از شعرهای زیاده هستن از بچگانه، افسانه های زیاده. یکان افسانه گویم یا شعری دیگر گویم نمیدونم. برنامه هر شما خواهش داشته باشید. افسانه مرغ، مرغابی و موش. در یک زمان مرغابی و موش با هم در یک خانه زندگی می‌کردند. روزی می‌بینند که در خانه‌شان نان نیست. بعد موش تکلیف می‌کند که در خانه نه آرد هست نه نان هست، کی رفته آرد خریده می‌بیارد.
مرغ میگوید که من نمیتوانم، مرغابی هم میگوید که من هم نمیتوانم، نمیروم. موشک خودش رفته به آسیا رفته، غله ها را آرد کرده به خانه میبیارد. بعد میگوید اکنون کی آرد را خمیر میکند؟ باز مرغ میگوید که من نمیتوانم. مرغابی هم دست میکشد، موشک خودش خمیر میکند، خمیر میرسد. بعد تکلیف میکند کی به تنور آتش میاندازد، نانها را میبندد و سرخ میکند. مرغ و مرغابی باز تنبلی کرده نمیگویند. موشک خودش نانها را به تنور چسبانده، نانی سوپ سرخ کنده آورده به دسترخوان میگذارد و میگوید کی نان میخورد؟ مرغ میگوید من نان میخورم. مرغابی میگوید من هم میخورم. ولی موشک میگوید که نه، کسی نان میخورد که مهنت کرده است. یعنی که شما هیچ زحمت نکشیدید، تا کار نکنید نان نمیخورید. از همین شاعرای بچگانه کی نظم میبینید بیش از همه؟ از شاعرای بچگانه گلچهره سلیمانова هستند، عبید رجب هستند. از گلچهره سلیمانی یک شعر. راستی من مخصوص آمادگی ندارم برامون آموختگی همون سه دخترکان بودیم. نمیدونم از نبیرم هر روز این شعر به من میگه، من فقط مؤلفاشون آموخته کردم. بی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، به زور می آید. بیم آید ما خرسند، کیسه هایش پر قند، مغز و مویز می آرد، هرچی لذیذ می آرد. بیم کانی افسانه، بی جانم یگانه. استاد لاهوتی برای کودکان کدام شعر رو دارد؟ استاد لاهوتی برای کودکان یک لالایی دارن. لالایی هشون سرود علشان شناس هستم، ولی لیکن مصرع‌هاش در یادم نیست. کدام داستان‌های میرسعید میرشکر رو شما میدونید؟ داستان‌های میرسعید میرشکر ما از پامیر آمدیم برای بچه‌ها. از پارچه ها هم ممکن از یاد کرده تاونه. مقصد من حاضر گفتم که ما را یک بارگی خبر دادن. میگذاریم با ادبیات کلاسیکی. خب از ادبیات کلاسیکی شما هر چی دونید مرحمت بله. کنید. از غزل ها از حافظ و کمال و مرحمت. من خب از کمال خجندی غزل. تو را رحمی به آن چشمان اگر باشد عجب باشد، مسلمان به ترکستان اگر باشد عجب باشد، فقیه هم توبه فرماید به شرع مصطفی است و ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجب باشد. شبی و روزی هجر می جویم تو را گریان و می گویم شبی باران مهی تابان اگر باشد عجب باشد. گلی کز خاک ما روید، گلی کز خاک ما روید، بجای دیگر غزل مقطعش خانم. کمال احسنت گو بردی به شیرین گویی از خسرو، چنین طوطی به هندوستان اگر باشد عجب باشد. از حافظ شیرازی. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. فیغان زین لولیانی شوخ شیرین کاری شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. به آب و رنگ ز حسن ناتمامی ما جمالی یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر نفرین فرمایی وگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جوابی تلخ می زیبد لبی لعلی شکرخا را.
نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیر دانا را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظمی تو افشاند فلک عقدی ثریا را. از پارچه از شاهنامه فردوسی، آگاهی یافتن مادر از کشته شدن سهراب. غیره و آمد از شهر توران زمین، که سهراب شد کشته بر دشت کین. خبر زو به شاهی سمنگان رسید، همه جامه بر خویشتن بردرید. به مادر خبر شد که سهراب گرد، به تیغی پدر خسته گشت و بمرد. بیزد چنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شد آن لعل زیبا تنش. برآورد بانگ و غیره و خروش، زمان تا زمان زو همی رفت هوش. مران زلفی چون تاب داده کمند، به انگشت بپیچید و از بن بکند. روان گشته از روی او جوی خون، زمان تا زمان اندر آمد نگون. همی گفت که جانی مادر کنون، کجایی سرشته به خاک و به خون. پدر جستی ای گردی لشکر پناه، به جای پدر گورت آمد برا. کنون من کی را گیرم اندر کنار، کی خواهد بودن مرا شهریار. کی را گویم این درد و تیمار خویش، کی را خوانم اکنون به جای تو بیش. شاهنامه را پورا خواندید؟ من 9 جلدش را دارم، بعد فقط وقتای خالگی از سالهای دانشجویی میخوانم، نثر و نظمش رو همیشه. بعد پارچه های زیادی از یاد کردم و گفتم که حاضر یک بار دیگه که تکرار نکردیم فراموش شده استادم. یک بیت مشهور است، همه میدوند، همه میخواند: میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همین از کدام داستان است؟ از زبان کی است؟ کی میگوید همینه؟ میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. راستی آنجا داستان‌های زیادی هستند، بیاتون نمانده است. برای این باید بار دیگر ورق زد. از رودکی هم غزل‌های زیاده میدونم رو باید خیلی چیزی که هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا برود آن باد، گویی مگر آن باد همی از ختن آید. نی نی زی ختن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همی از بری معشوقی من آید. ای ترک کمر بسته چنانم ز فراقت، گویند قبای تو مرا پیرهن آید. با هر کی سخن گویم اگر خواهم و گر نه، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. عمر خیام رو بایی ها. خیام که خیمه های حکمت می دوخت، در کوچه غم فتاد و ناگاه بسوخت. خیاطی ازل طناب عمرش ببرید، خیاطی اجل طناب عمرش ببرید، دلال ازل برای گانش بفروخت. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرفی معما نه تو خوانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگویی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. ابر آمد و باز به سری سبزه گریست، به باده ارغوان نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. غزل از هلالی. ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را. تا نکهت جان بخش تو همراه صبا شد، خاصیت عیسی است دمی باد صبا را.
پیش تو دعا گفتم و دشنام شنیدم، هرگز اثر بهتر از این نیست دعا را. آن روز که تعلیم تو می گفت معلم، بر لوح تو ننوشت مگر حرف وفا را. از زبونیسا یک غزل خونه. از زبونیسا. گرچه من لیلی اساسم، دل چو مجنون در هواست، سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیر پاست. بلبل از شاگردیم شد همنشین گل به باغ، در محبت کاملم پروانه هم شاگرد ماست. در نهان خونیم ظاهر گرچه رنگی نازنین، رنگ من در من نهان چون رنگ سرخ اندر حناست. دختری شاهم ولیکن رو به فقر آورده ام، زیب و زینت بس همینم نام من زیب النساست. من این غزل زیب النسا رو خونده بود، یک غزل از یک شاعره عصر 17 یا 18 به خاطر آمد که با تخلصی مکنونه به تاجیکی غزل میگفت و با تخلصی نادره به ازبکی. همون غزل خیلی به من پسند است، از ادبیات کلاسیک همون براتون قرائت کردم. غزلای پورا خوندن در کار. خاکساری اسم اعظم بود بر دلها نشست، سنگ چون شد سرمه اندر دیده بینا نشست. آدمی را از تواضع می شود قدرش بلند، در بساط حسن ابرو از همه بالا نشست. رسم و آیین غریبی یادگیر از آفتاب، صبح دم تنها برآمد شام غم تنها نشست. سینه مکنونه در کنجی غریبی سوخته، آب چشمش تا ابد. باز مقطعش فراموش. از ناصر خسرو. از ناصر خسرو پارچه از مناظره با خدا. خدایا عرض و طول عالمت را توانی در دل مور کشیدن، نه وسعت در درون مور آری، نه از عالم سری موی بریدن. تو بیدوانی که در یک طرفت العین زمین و آسمان آفریدن. همین خبرش به یادم میاد. چند غزل از او بگید از کلاسیک؟ نشمردم. از نصر چی خوندید؟ نصر کلاسیکی. از نصر کلاسیکی گلستان سعدی، بهارستان جامی، کلیله و دیمنه حسین واعظی کاشفی. از نصر روایتی داستان براندخت و اسکندر. یگان حکایت از بهارستان بگید. از بهارستان. در مجلسی که اسرا 3 تن از حکیمان جمع آمدند، یکی فیلسوف یونان، دیگر حکیم هند و سیومی وزیر انوشیروان بزرگمهر حکیم. بین آنها سخن از بابت آن رفت، چون سوال به میان آمد که سخت‌ترین چیزها برای آدمیان چیست؟ فیلسوف هند گفت که ناتوانی و عاجزی و ناداری در وقت پیری. حکیم هندی گفت که قشاقی و محتاجی و دستنگری. اما بزرگمهر حکیم گفت که بدترین سختترین چیز برای انسان ها این است که دوری از حسن اجل، مضمونا در وقتی نزدیک بودن به اجل نزدیک شدن و از حسن عمل دور بودن. یعنی مرگت فرا رسیده است و اما تو یگان کاری شایسته نکردی، یگان عملی شایسته نکردی و اجلت خیلی نزدیک آمده است. این بدترین چیز برای انسان ها است. مضمونا همینش در یادم است. تشکر. ادبیات جهان، مرحمت. از ادبیات جهان بیشتر از محمد اقبال راهوری شعرهایش را میپسندم. مثلا یک 2 بیتی خیلی مشهور دارد که نیم ساعت قبل از وفاتش نوشته است:
چنین است: نسیم از حجاز آید کنایت، دیگر دانای راز آید کنایت. سر آمد روزگاری این فقیر، دیگر دانای راز آید کنایت. فقط یکم مصرعش با یادم نامد. یگون غزل از محمد اقبال میدونید؟ از محمد اقبال همون غزل زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است، لیکن تا آخر یادم نیست. زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهبی زنده دلان خوابی پریشان نیست، از چنین خواب جهان دیگر ساختن است. بعد یک ربایی فروغی فرخزاد در یادم مانده است که خصوصا به زنها دخل دارد، میگوید که از بحر حقوق خویش میکش ای زن، بین مای ز عفت و شرف جامه به تن، از شرم و حیا وجود خود زینت کن، تا مردی نکو بپروری در دامن. در نثر باشد از حکایه های جک لندن در تلاش حیات را خواندم، ارنست خمینگوی موسیقی و بحر را خواندم. از روزها یگان شعر روسی. بله. Роберт Рождественский реквием. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле стоит стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. همین روبرت راجدسوینسکی به ادبیات تاجیک چه دخل دارد؟ روبرت راجدسوینسکی همین شعری که حاضر خواندم: از آنهایی که دیگر برنمی گردند یاد دارید، شما بحری به خاطر آری آنان سزاوارید. شرف تا جاویدان بر قهرمانان باد، شرف بر قهرمانان باد. اکنون بعد فکرم رابطه‌اش همون ترجمه هایش باشند. عزیز کدوم فوجیه های شکسپیر رو شما میدونید؟ رومیو و جولیتا. از زمین آگاهی دارم، پارچه ها خوندم. بعد دیگرش اونقدر در یادم نیست. بعد سونت های شکسپیر را از یاد نیم، از مونم خواندگی بودم سونت هاش قسمم. از ادبیات ازبکی. از ادبیات ازبکی من از ادبیات ازبکی خب از نوایی بعضی پارچه‌ها می‌دونم. بعد بسیارتر شعرهای دو زبانه یک ملمع جامی را میدونم، یک مصرعش تاجیکی و یک تاش ازبکی است. بعد از یک اثر دیگر خوانده بودم، لیکن وی شاعرش نگفته است در همه اصل ملمع سه زبانه است، تاجیکی، روسی، ازبکی، همینا رو میدونم. مثلا ادبیات معاصر ازبک در نظر دارم. ادبیات معاصر ازبک آدمانی که شناخته شدن در جهان، نویسندگان شد. گرچنده که از یاد نمیاد، اما حمزه حکیم زاده نیازی با آثارش شناس هستم. غفور غلام، زلفیه. شما یگان حکایه با زبان انگلیسی حکایه خوردم شد خواندگی هستید با زبان انگلیسی باشه؟ اکنون معذرت میخوام، در مکتب میانه زبان نیمیسی خوانده بودیم، در مکتب اون انگلیسی نبود، از زبان خارجی نیمیسی رو خواندیم در مکتب میانه. شاید اون حکایه با زبان نیمیسی باشه. با زبان نیمیسی حکایه یک شعر در یادم است که همون ترجمه همون شعری مشهوری دوره شوروی است که پوستلگده بوده سانسه، همون با نیمیسی خواندگی بودیم. ابتداش ein Sonnenkreis in blau und weiß، بعد دومش هست همین پوستلگده بوده سانسه میخیل immer scheint der Himmel immer hell scheint die Sonne immer hilft der Himmel گفته. همین ترجمهش از یاد کرده بودیم. از یاد کرده باشید اما قرائت کنید. مصرع های در یادم نیست. ادبیات هند از رابیندرانات تاکور. چیشه خوندگی هستی؟ همون اثری مشهورش است، حاضر نامش نامده استاده است. تشکر. ادبیات معاصر مرحمت. از ادبیات معاصر یک غزل بسیار به من پسند از استاد فرزانه است، از من شروع کنم. مرحمت.
ای وصل صدایم کن بر رغم پریشانی، تا رستن و بشکفتن تا فصل گلفشانی. ای ننگ وطن آخر تاجیک شدنت باید، تا چند خجندی یا وحشی و ختلانی. بگذار دوشنبه باد سجاده عشق ما، با هم برویم اینک با جاده نورانی. آواز نیا آید از ناله خونی من، نقشی وطنم خاناست از نقشه پیشانی. اینک نی مولانا گلبانگی صبوحی زن، خزید وطن گویم یاران نیستانی. عشق است فرا رفتن بر سمت خدا رفتن، ای از همه عرفانی وی از همه انسانی. در من وطن و مادر پیوندی منور یافت، یعنی نتوانم گفت آن اول و انسانی. آوه که سحر آمد، آوه که سحر آمد، از عشق خبر آمد. برخیز و تجلی زن خورشید خراسانی. بعد اینجا غزل استاد نظام قاسم است. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن بادی خزان آمد، بهارم را سپر کردم که ایمن از خزان باشد. من از این سرزمین تیر و کمان را دور بنهادم، که اندر آسمانش پر جلا تیر و کمان باشد. قسم با شیری مادر خوردم در نزد خلق خویش، که بخت و راه عمرش همچو شیری مادران باشد. به محفل‌های بالای جهان بردم زبانم را، که خلقی خوش زبانم با جهان هم زبان باشد. بسا خاری کشیده غنچه امید پروردم، که خاری را نبیند این دیار و گلفشان باشد. مرا هر باغ پیغامی است از گل کردن دلها، مرا هر مزرعی سبزه زی سرسبزی نشان باشد. بود نان ریزه و نانی وطن بالای چشمانم، دلم همراز طفلان و دلم همراز پیران و انیس طفلکان باشد. کنم تاج سری دنیا دلارا تاجیکستان را، زی تاج و تخت این دنیا همینم آرمان باشد. کدام داستانهای استاد قناعت میدونید؟ از استاد قناعت پارچه از داستانی سروش استالینگراد زمین. مرا گهواره میگویند چون گهواره سرین، ولی من مادری بیچاره ام خاکم. اگر طفل برایم پا نهد شادم، اگر مرد فیتت اسباب غمناکم. چو مادر در عزا با سینه چاکم، نپندارید بی دردم کفی خاکم. به دور خویش چون سیاره جنبیدم، به دور خانه چون گهواره جنبیدم. به روزی نیک همچون طفل خندیدم، به روزی بد چو مردی پیر لرزیدم. بهاران گل شدم از خویش روییدم، به امید که بوییدم. غباری ره شدم در راه دلیابی، به امید که پوییدم. جهان گردید و رازی یکدیگر دانید، مرا مادر شما ای قومها خود را پسر خوانید. چو مادر از وجودم بر شما اعجاز بخشیدم، ز جذبی خود گذشتم بر شما پرواز بخشیدم. قیامی فصل تابستان و من خوان جگر بودم،
به امیدی ولیکن گل ثمر بودم، گل بسر بودم، به امیدی ثمر بودم. زیوالگه تا بدان می رفت موجی غله‌زاری من، چو موجی شوخی دریا بود موجی لاله‌زاری من. مرا از غرب با تهدید و خواری تنگ می کردند، در افگرها میانی غله‌زاران جنگ می کردند. مرا با رنگ دیگر رنگ می کردند، رنگی خون و خاکستر. از داستان‌های میرزا ترسن‌زاده. داستان‌های میرزا ترسن‌زاده پرچه ها از داستانی یکون داستان پره میدونید شما از ادبیات بله، معاصر؟ قصه هندوستان رو پره میدونم. مرحمت. مرا روز حکایت کرد بابا، که بشنو جان بابا قصه ای را. زمان بود بیرون از سمرقند، به چشمی کس نمایان کلبه چند. در آن منزل که دور از دیگران بود، مخوها را جدایی یک مکان بود. نمی افتاد آنها را گذاره، نه از یاره نه از خویش و تباره. مخو می گشت روزی گر نمایان، از او پیر و جوان می شد گریزان. اگر او را کسی می دید در راه، رفیقی خویش را می کرد آگاه. که ای آزاده کس بگریز از ما، نرس هرگز نرس هرگز مخو را. مخو کاسه گهی در دست مسکین، خبر می داد با آواز غمگین. که ای آزاده کس بگریز از ما، نرس هرگز نرس هرگز مخو را. تو دیگر در سمرقند این چنین کس، نبینی و نخواهی دید از این پس. کنون من خود بگویم بچگان را، حکایت های غمناک جهان را. به هندوستان سفر کردم زمانه، من از این کشوری چون بوستانه. بدیدم در پسی کوه همالای، زمینی سبز و زیبای سراپای. اگرچه گنجهایش پربهایند، ولیکن مردمانی آن گدایند. نگویم من در این یک شعر کوتاه، ز هر چیزی که ما گشتیم آگاه. نگویم من نه از جادوگرانش، نه از چشمان ترسا دخترانش، نه از آثارهای مرمرینش، نه از ممتازهای نازنینش، نه از ریکشو، نه از هندوی بدبخت، نه از آقا و دولتمند دل سخت، نه از ببر و پلنگی دهشت انگیز، نه از خشم و عداوت‌های خونریز. حکایت می کنم با قلب پرشور، حیاتی مردمان زنده در گور. بر روی قبر آنها گل نروید، اگر روید کسی آن را نبوید. در عالم کسب آنها جای روبی است، فقط زنگ برکشی و سنگ کوبی است. فرو در زیر کانها مفت رفتن، به ناخن آهن و پولاد سفتن. هزار الفاظی بد ناحق شنیدن، لبان خویش با دندان گزیدن. چه نقصان دارد این مردم که انسان، ندارد قدر و قیمت مثل انسان. ندارد علت ظلم زمانه، نمود آن را به بدبختی روانه. مگر این کسته اولاد بشر نیست، که از او دیگران را جز حذر نیست. مگر این رسم یک رسمی قدیم است، مگر چخره گناهکاری عظیم است. که او ماند قدم گر در خیابان، برهمن را کند خاطر پریشان. چمر را در میان یک ریسمان است، که این از بندگی او را نشانه است. برهمن را فترگر سایه او، نماید شست و شویش دایه او. چمر گیرد اگر دستی تراموای، حذر آمیز گویندش که هی هی. با این آیین و این رسمی خبیثی، چرا راضی است لردی انگلیسی؟ به ملک ناشناس با رفیقان، شدم چند ماه مثل دوست مهمان. کسی با من در آنجا روبرو شد، ز جان و دل طریق گفتگو شد. چرا سر تا به پا لرزید و ننشست،
نیفشرد از برای چی مرا دست؟ چو آهوی بیابانی نظر کرد به هر سوی، مگر از من خزر کرد. و من او گفت با آوازی خاموش، نمی سازم تو را هرگز فراموش. به ملکی ناشناس با رفیقان، شدم چند روز مثل دوست مهمان. براید با تبسم گرز خرگاه، جنایتکار جمعیت چروبا. بیرو خلق ستمکش را خبر کن، مخب آمد حذر کن. تشکر. از بس که ما میدونیم شما در ادبیات معاصر اشتراک کردید، برنده شدید، جای اول هستید، من فکر میکنم از ادبیات معاصر ما دیگر پرسش نداریم، حاجت به دیگر پرسیدن نیست. و شما تشکر. خدیر ونوش آفرین هستم، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 در شهر استقلال ولایت سوق. مرحمت نوشافرین که ترتیب گفتیم، شروع از ادبیات بچگانه چی میدونید، بعدا ادبیات کلاسیکی، بعدا برای شما ادبیات معاصر و بعدا ادبیات جهانی که شما برنده در این نامیناسیون بودید. مرحمت. چون صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات بچگانه تاجیک به شمار میروند، میخواستم با شعر صدرالدین عینی آغاز نمایم. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستان دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. شما هم بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. آیا شرکت در بخش شاه جایزه رو در نظر گرفته آماده شده بودید؟ نه استاد. پس به اساس چی یک بار تصمیم گرفتید که در شاه جایزه شرکت کنید؟ حال اونکه 70% دیگر بخش ها رو باید دانید برای شرکت کردن. همچون آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک باید قید کنم که بیشتر از قسمت های هم ادبیات کلاسیک و معاصر هم بچگانه آگاهی دارم، بنابر همین خود را سنجیدن خواستم. تشکر. از استاد میرسعید میرشکر کدام اثرهاشون را میدونید؟ اثرهای نثری و نظمی نمبر کنید. از استاد میرسعید میرشکر داستان لیوای ظفر، قشلاق طلایی، اینها را چه کردم، شعرهای بچگانه، مجموعه شعرهای بچگانه شون را از خود نمودم. از میرسعید میرشکر از خود کردید، قرائت کنید. شعر سگ بچه و گر بچه. همسایه ما سگ بچه داشت، زیباتر از آن گر بچه داشت. روزهای اول بین دو حیوان جنجال می رفت از برای نان، اما ثانی‌تر در بین آنها دوستی پیدا شد. حیران ماندیم ما. خوراک می خوردند یکدیگر قطعی، بازی می کردند هم دیگر قطعی. روز سگ بچه گر بچه را زد، گر بچه گریان برآمده رفت گشته نآمد، سگ بچه تنها به خانه آمد. طوری که علاقه گفتند شما از 100 اثری که برای ادبیات بچگانه پیشنهاد شده بود، حداقل باید 70 اثر رو از بر کرده باشید. مرحمت چیزی که میدونید از همون ادبیات های تفسیر شده قرائت کنید. повест استاد تولیس تابستان خواندگیش بود. ها. و بوده چی سخن می‌رود؟ قهرمان اساسی آن. از ادبیات کلاسیکی شما چی میدونید؟ از ادبیات کلاسیکی مرحمت هر چیزی که دونید قرائت کنید، پیشنهاد کنید. داستان است، قصیده است، مخمس است، غزل است، هر چیزی که میدونید. غزل ها. مرحمت. غزل از ابو عبدالله رودکی. دلا تا کی همه جای من را، چی داری دوست هرزه دشمن را.
چرا جوی وفا از بی وفای چکوبی بیهوده سرد آهن را؟ ایا سوسن بناگوش که داری برشک خیشتن هر سوسن را؟ یکی از این برزن ناراه برشو یکی از این برزن ناراه برشو که بر آتش نشاند گوهر را. نشانه برزن را بیا ببخشا ای پسر بر من ببخشا، مکش در عشق خیره چون من را. بیا اینک نگه کن رودکی را، اگر به جان روان خواهی تن را. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوش. عیسی بره دید یک کشته فتاده، حیران شد و بگریفت به دندان سر انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. نه نه ز خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بر معشوق من آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهن انجمن آید. با هر کی سخن گویم و گر خواهم و گر نه، اول سخنم نام تو از اندر دهن آید. یک غزل از سعدی شیرازی. غزل از سعدی شیرازی. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. با ساربان بگوید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل بر روز باران. هر کو شراب فرقت روز چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. سعدی بر روزگاران مهر نشسته بر دل، بیرون نمی توان کرد الا بر روزگاران. چندت کنم حکایت شرح اینقدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران. تن آدمیت شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و رنج و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو مانده، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اکنون از سیدوی نصفی گفتیم. مرغ بیبال و پر دیدم دلم آمد به یاد، ناله ای چغز شنیدم منزلم آمد به یاد. از فریب و وعده های او شدم راضی به مرگ، شب همه شب دست و تیغ قاتلم آمد به یاد. در تلاش بحر چون گرداب سرگردان شدم، حسرت لبهای خشک ساحلم آمد به یاد. سر نزد از کشتزاری عمر ما غیر از سپند، سوختم چون مزرعی بی حاصلم آمد به یاد. بیاید از ادبیات معاصر. شما از ادبیات معاصر تاجیک یگان داستان از بر میدونید؟ داستانی جان شیرین در حجم 200 مصرع از خود نمودم و داستانی ما از پامیر آمده مومن قناعت از خود نمودم. غیر از این شعرهای علاهده از ایجادیات بازار صابر و علایق شیرالی هستند. داستان کدام داستان گفتید میدونید؟ جان شیرین. مرحمت ما گوش میکنیم. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم،
باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجای خواب کردم خیستم، هر کجای بود جای زیستم. این دل من منزل یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو هر یک روز من یک سال بود، به تو دل غش کرد چون اطفال بود. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم سرودی عاشقان. به تو در وصف زنان گفتم سخن، به تو در مجلس فشردم دست زن. لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه های چشم و ابروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. نیستم مثل پدرهای دیگر، در بری فرزندها شام و سحر. کو پدر گوید اگر فرزند ما، می نمایی تو به سوی در نگاه. چار گردد چشم آنها در رهم، گم زند دلهای آنها دم به دم. در زمان پیش اجدادان ما، ترک می کردند کوهستان ما. بخت می جستند از بیچارگی، مرده می رفتند در آوارگی. ما ولی از آن غریبان نیستیم، در تلاش بخت سرسان نیستیم. بخت را با مهنت آزاد خویش، کرد انسان سویتی پرورش. ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق خویشتن. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. خلق ها را زندگی القا کنیم، مهر دل را هدیه بر آنها کنیم. قلعه از یک پایه دیوار نیست، باغ هم از یک بنی پربار نیست. روی عالم دیدن آدم دیدن است، روی عالم دیدن آدم دیدن است. نیک و بد را در جهان سنجیدن است. جان شیرین خود که آزاد از غمی، از غمی مظلوم ها آگه کمی. یاد داری از مبارز شاعران، فیض بود در خانه ای ما مهمان. از وطن گپ سر کنی در می گرفت، در به مثل هیزم تر می گرفت. بیشتر خاموش گرچه می نشست، گرچه کمتر سوی نان می برد دست. می کشید او گرچه تماکو خموش، لیک چشمانش شرر می ریختند، خون حسرت از جگر می ریختند. فیض احمد همزن و فرزند را، در بهای جان خرد مانند ما. تشکر. اکنون از نوعهای دیگر شعری، مثلا از مومن قناعت چرگه یک نمونه از اشعار مایلش مومن قناعت مرامد. به یاد موی شبرنگ تو، به یاد موی شبرنگ تو، شب را تا سحر بردم. ننالیدم اگرچه عمر بلبل را به سر بردم. سرم در بستر قو گوی در گرداب می غوطید، نگاهم تا سحر در شعله مهتاب می غوطید. که شاید در لب دریا تو را یابم تنی تنها، بگویم با لب خاموش در گوشت دلم را داستانم را. سپارم در ته بالین تو جانم را. چه لطف استین که ناگه آمدی در خواب شیرینم. نشستی در برم بالید بالینم، سفیدی یافتی در موی مشکینم. پری گشتی پریدی از سرم رفتی، به مثل خواب از چشم ترم رفتی. زجاج استم که از پشتت کنم پرواز، ولی دیدم مرا در پای زنجیر است. صدا برخاست از زنجیر طلایی، مگر آواز زنجیر است یا آواز تقدیر است. تو رفتی ماند افسانه، همان بالین همان خانه. توی و شبهای بیخوابی، من و شبهای مهتابی. من و شبهای بیخواب. از استاد صدرالدین عینی شما کدام کتاب ها رو مطالعه کرده اید؟ پویستایشون رو مطالعه نمودم. مرگ سودخور، یتیم، آدینه، آچرکای قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، بعد
اثرهای بچگانشون مکتب کهنه، قزباله یا که خالده، احمد دیوبند. درباره استاد عینی چی خونده؟ یگان اثری بدیعی خونده درباره استاد عینی؟ همین مختصری ترجمه ای حال خودشون خواندگی بودم از دیگر نویسندگان. نه استاد. نمونه ادبیات تاجیکشون رو مطالعه نمودم. یک ربایی دو بیتی قطعه یک تایی خوانید؟ رباعیات از عمر خیام. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون ابر در آمدیم و چون باد شدیم. پیش از من و تو لیل و نهار بود است، گردنده فلک نیز به کار بود است. زینهار قدم به خاک آهسته نهی، کان مردمکی چشم نگار بود است. خورشید سپهر بی زوالی عشق است، مرغ چمن خجستفالی عشق است. عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگه که بمیری و ننالی عشق است. اینا چی بود؟ کدام ژانرن اینا؟ رباعی. دو بیتی خوانید؟ نوای عشق ما نوجور ماند، چراغ بخت ما به نور ماند. ندانستیم قدر یکدیگر را، دو دستی ما برون از گور ماند. الهی بین ما حائل نباشد، بغیر ما میان دل داستان‌های استاد غفور میرزا رو نمبر کنید، مشهورترین داستان‌هاش. داستان‌هایشون داستک، داستانی بچگانه، باز داستان‌های برای کلان سالان. برای کلان سال‌هایشون رو نمیدونم. Could you tell us how many fiction did you have read in English? Have you read any story in English? Yes, I understand. I read in foreign literature maybe 210. Two stories, yeah? Yes. So could you tell us one of them? In English, I didn't read them. All of them I read by Russian. By Russian, yeah? Yes. ادبیاتی که انگلیسی زبان و انگلیسی میخونید شما؟ نه، شعرهایشون رو به انگلیسی از خود کرده ام. نه. از جورج بایرن، پابلو نرودا به زبان انگلیسی از خود نموده ام. She walks in beauty like the night. اینی جورج بایرن. She walks in beauty like the night of cloudless clime and starry skies, and all that best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. The smell out to the tender light, which heaven to go the day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven trace, or soft light on her face, were soft, serenely sweet expressed, so soft, so calm, yet eloquent. خب آفرین. این کی گفتید؟ شعری؟ جورج بایرن. She works in beauty. خب جورج بایرن حتما شعری آزاد است، شعری نوست. اینا شما کلمه با کلمه تاجیکی گفته میتوانید. همین بایرن در ادبیات ما ترجمه شده خیلی زیاد. شما از ترجمه هاش آگاهی دارید؟ نه، من بیشتر حرکت میکنم که هر یک چی رو در اصلش خونم و من بیشتر زبان تاجیکی خودم قرائت نمودن این آثار ادیبان و کلاسیک خودمان معقول است. من خارجه رو بیشتر حرکت میکنم در زبان روسی یا که اگر مطالعه ازیاد کردنیم باشم باز شعرهایشون رو با انگلیسی ازیاد میکنم. از ایجادات ادیبان روس به نهایت ازیاد کرده ام. شعری بایرن که خوندید مضمونا شما چی برداشت دارید؟ مضمونا این درباره معشوقه، امون شاعر درباره معشوقه‌اش سخن میکند، یعنی از راهگردی she walks in beauty like the night of cloudless clime and starry skies، یعنی آمدن معشوقه اش رو به شب وقتی که ستاره ها در آسمان نمودار می شوند به نمودار شوی ستاره ها مانند می کند. حتی خنده او رو، تبسم او رو به همین شباهت می دهد و می گوید که اگر که خوشبختی هم بخشد با تمامی هستیش می بخشد. Have you read the story about Tom Sawyer? Yes. Have you heard about it?
Yes. Could you tell us the main idea of this story? Whereabout is going in this text? Я думаю, что этот роман, приключенческий роман, детский. Детский роман, главным героем, который является Том Сойер. Там важную роль играет его двоюродный брат Сет и Геклбери Финн. این اساساً همین دورهای جوانی شوخی بازی بچگانه ای رو از اولین مزدی به دست آوردنش با کدام راه به دست آوردنش آغاز می‌یابد و یک لحظه از همون حیاتش با همون دوستی نوش شناس می‌شود گیکلبری فین با همین اسباب. قسمت دومی این هست приключения توم سایر ای گیکلبری فین. این هم دوام منطقی همین رمان حساب می شود. خود همه رفتاری که توم سویر میکند از نگاهی دیدی من شما آموزگار هستید آموزگاری این رفتارهای مثبت است یا منفی است؟ باید تقلید کردن ممکن یا نه؟ با فکرم تقلید کردن ممکن نیست برای اون که بیشتر از مکتب دور بود و خواندن شوق نداشت و حتی وقتی که به مسجدی همون خودشون می رفتن و برای اشتراک چند مراتبه آنها چی می دادن بلیت می دادن ورقه چی می دادن موافق اون ورقه آنها باید کتاب بیبلیا را می خریدن لیکن توم سایر حتی خواندن به خواندن آن هوس نداشتن. Можете прочитать стихотворение на русском языке? Конечно. Пожалуйста. Сергей Есенин. Письмо к женщине. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в соннище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что в сплошном дыму, в развороченном буре бытие с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бурю вёк и ее направил величаво. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком. تشکر. شما که در ادبیات جهان جای اول صاحب شدید ما میدونیم که در این سال از ادبیات کلاسیکی داستان‌ها از یاد نمودم. ادبیات کلاسیکی کدام داستان میتوانید خواندن؟ از شاهنامه در حجم 200 مصرع از یاد نمودم، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، نینامه چرا از مثنوی معنوی از خود نمودم. لیلی مجنون از کی؟ از کدوم شد؟ از نظامی گنجوی از خود نمودم. کمی از لیلی مجنون نظامی چی کنید؟ قرائت کنید. چون شد به قیاس 7 ساله آمود بنفشه گردی لاله که از 7 به 10 رسیده سالش افزانه ای خلق شد جمالش شد چشم پدر بروی او شاد از خانه به مکتبش فرستاد دادش به دبیری دانش آموز تا رنج برد به دو شب و روز جمع آمده از سر شکوه با او به موافق گروه هر یک از قبیله و جای جمع آمده در ادب سرای قیسی هنری به علم خواندند یاقوت درش به در فشاندند بود از صدف دیگر قبیله ناسفته درش هم طویله آفت نرسیده لوبت خوب چون عقل به نام نیک محسوب. تشکر به شما و شما برای کار موفقیت. سلامت باشید. کمینه رخشانه ناروا هستم، خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی. شما اول از ادبیات بچگانه
آنچه که حفظ کردید میخونید، بعدا ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر و ادبیات جهان. هر از چیزی که میدونید نمینت پیشنهاد خواندن کنید. و از بر نمودن اشعار ادیبان بچگانه زیاده از 700 بیت از اشعار آنها از بر نموده‌اند. اینچنین آثار نثری شاعران و آثار نثری نویسندگان بچگانه را نیز خوانده‌ام. از نثر آغاز نمایم یا از نظم؟ هر چی خودتان خواستید. میخواهم در اول از ایجادیات عبدالملک بهاری شعر افندی را قرائت نموده باشم. از کارهای افندی حیران شده میخندی، یک لنده صابون را او حلوا گفته گزیده است. از درد شکم هر سه وای وای گفته دویده است. کلوش نب نو را زورقچه گمان کرده است. آن را به آب دریا آهسته روان کرده است. عصای دایش را اسپک گفته دوانده است. توب همسایش را تربوز گفته کفانده است. از کارهای افندی حیران شده میخندیم. از ایجادیات میرسید میرشکر زیاده از 23 شعر از بر نموده‌ام. مرحمت قرائت کنید. شعریم: گمان نبرید که من خوردستم، انا میبینید جارب در دستم. با این جاربم حولی میروم، در دست کوزچه دوام با شتاب. با سوی چشمه از برای آب شیرین است آبش، خندین است آبش. نخندید شما، من راست میگویم. دیگ و طبق رو خودم میشویم. باور نکنید از او چم پرسید، باید در خانه یاری رسانم. مثل تو کنم با او چه جانم. او پخت کار است، کارش بسیار است. از بازیچه های استاد میرسید میرشکر از کتاب غنچه های خندان. خرسک از دستم افتاد، دستکش شکست. نمی پرتایم او را، خرسک خوب است. اینچنین از ایجادیات استاد عبید رجب شعرها از بر نموده‌ام. میخواستم که یکی از آنها قرائت کنید. آلوچه گلی بودم من دخترکی دادم، دادم درو کند من دادم درو میکند من نان برکی دادم. آلوچه گلی بودم من دخترکی دادم، دادم غرم کند من در زبرکی دادم. آلوچه گلی بودم من دخترکی دادم، دادم اگر دم گیرد من در برکی دادم. آلوچه گلی بودم من دخترکی دادم، تو بگوهی میگردم گیردی سرکی دادم. از ایجادیات میرسید میرشکر: جان او که جان کار نکردی چرا؟ از خوبم بیدار نکردی چرا؟ از خوبت بیدار نمودم ولی طاقم گلدار نکردی چرا؟ جان او که جان کار نکردی چرا؟ هیزم تیار نکردی چرا؟ هیزم تیار نمودم ولی کلچه رو بسیار نکردی چرا؟ جان او که جان کار نکردی چرا؟ دینه به بازار نرفتی چرا؟ دینه به بازار میرفتم ولی کیسم پولدار نکردی چرا؟ جان او که جان کار نکردی چرا؟ درست رو تیار نکردی چرا؟ درسم ای خواهر شیرینکم مرا خبردار نکردی چرا؟ تشکر. از امینجان شکوهی میخوندید؟ از امینجان شکوهی من از نثر مطالعه نمودم. آب از کجا می آید؟ قهرمانهایش کیه؟ قهرمانهای اساسی این اثر اسد و صمد می باشند که اسد پسر بچه لاغرندام بود و با صمد همسایه بود. با چی انجام مییابد روشن بانم؟ آنها از کجا آمدن آب را پی میبرند. آفرین. از نصر که باشد از عزیز چی مطالعه کرده؟ سیاحت زرگشک. مرحبا. از سیاحت نقل کنم یا دربارش معلومات دهم؟ نقل کنید اگر امکان باشد. ما مهارت نقالی شما را هم مشاهده کنیم. زرگشک به مادرش گفت: مادر جان اجازت باشد من به بیرون برآمده کمی بازی کنم؟ مادرش باشد میگوید: البته بچه جانم، فقط که دور نرو، از حولی دور نرو، فهمو؟
زرگوشک باشد فهماگویان از خانه میبراید و در شپرکی را میبیند و از پس او روان میشود و در نزدش ماری را میبیند. مار را ریسمان گمون میکند و آن را با دستش میگیرد، میبیند که آن ریسمان نبوده است و مار بوده است. باز میرود میبیند که از خانه خیلی دور شده است، گریان و نالان بود میرفت. یک خورپوست را میبیند، خورپوست را توپچه گمون میکند و آن توپ را با توپ میرسد که در دستش خورهای خورپوستک میخوند. گریان و نالان باز راه میپیماید و در نزدش سنگ پوست مینماید. سنگ پوست در درون خود بود. بعد از آن او سنگ پوست رو سنگمون میکند و او که بسیار خسته شده بود در بالای سنگ پوست مینشیند و خوابش میبرد. وقتی که از خواب بیدار میشود میبیند که سنگ پوست در بالای سنگ پوست ایستاده است و سنگ پوست او را به نزد بابای بیبی و پدر و مادرش برده است. تشکر. روشنا بسیار خوب. از ادبیات معاصر از ایجادیات استاد صدرالدین عینی، مکتب کهنه، آدینه، مرگ سودخور، احمد دیوبند، قهرمان خلق تاجیک تیمورملیک، اسیان مقنع، جلادان بخارا و دیگر اثرها را مطالعه نمودند. از ایجادیات پولاد تالیس تابستان را مطالعه نمودند. از ایجادیات جلال اکرامی دختر آتش، از ساتی ملوغزاده رمان فردوسی و اثر سرگذشت صابر را مطالعه نموده‌اند و خلاص 70% آنچه در نومیناسیون بود از بر خواندم. تشکر. یکی از همین قهرمان‌های اثرهای استاد عینی هست رحیم قند. اول رحیم تنبوری بود بعد رحیم قند شد. و چه خاطر رحیم تنبوری گفتند و بعد رحیم قند با نسب گرفت؟ رحیم قند در اثر مرگ سودخوری استاد صدرالدین عینی نام برده شده است که در اول او تنبور می نواخت و در معرکه ها رفته تنبور می نواخت و از همین طریق کار خود مبلغ ناچیزی به دست می آورد و آنقدر بعضا وقت و مبلغ نیز نمی دادند به او در کوزه‌چه کمی خوراک می دادند و بس. از همین سبب او گذشت به قند فروشی و او بچگان رو دانشجویان رو به مانند استاد صدرالدین عینی نزد خود دعوت میکرد و به آنها قصه های جالب و غیر عادی را نقل میکرد و اکثری دانشجویان و بچگان برای همین نقل های شده از او قند میخرند نه از قندهای او. از استاد صدرالدین عینی یک شعر خوانید، قرائت کنید. از آقا چندین شعرها میدانم. یک تاش قرائت کنید. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. شعر مکتب اجازت باشد. درآمد. ای مانده قدم برای مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رفت از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بنما و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. قصه تابستان چقدر تمام میشه؟ تابستان؟ بله. در بین دو راه مانده بود حسن. در بین دو راه مانده بود. نمیدونست که طرف قاسم رو گیرد، قاسم جان رو یا طرف عمکش رو. مثلا انتخاب پیش بله. روشن‌بانو خوشحال کننده است که شما چندین کتاب‌های استاد عینی را مطالعه کردید. همین اسیان مقنع کی بود و چرا اسیان نام دارد؟ اسیان به مقابل کی است؟ به مقابل عرب ها اسیان میبرد. اسیان و او در دهه ها مردم را جمع می آورد که یک گروه تشکیل می نمودند. آنها با نام جامه سفیدان بودند، سفید جامگان. و پس از آن اسیان می کنند و یک قلعه می سازند و در آخر این اثر چنین می شود که مقنع مجبور می شود خود را در آتشدان تصب کند. قتیبه ابن مسلم کی بود؟ قتیبه ابن مسلم
шахсе буд ки ба муқобили он исьён мебаровард. ташаккур. шумо ягон достони пурра аз адабиёти муосир медонед шумо? достони ҷони ширинро аз бар намуда будам ва танҳо порчаҳо аз онҳо медонам. айни замон он қадар дар хотирам нақш набастааст. то он ҷое ки дар хотир дорам достонҳои аз бар намудаамро иҷозат бошад қироат намудан гирам. кадом достонҳо? ҷони ширин ва ғалабаи таня. бед ғалабаи таня хонед, ҷони ширин қироат шуд ҳозир. он ҷангро дар таърих ҳамто набуд. ҷанги хунину бераҳмона буд. фармондеҳ фашист озод нишаста. ҳарифаш барпо бо дасти баста. фашист хӯрда хобида нӯшида. ҳарифаш гурусна азоб кашида. он як мусаллаҳ аз по то ба сар. ин дорад фақат як пираҳан ба бар. ӯро зердастонш ёрӣ медиҳанд. инро аз ҳар сӯ хорӣ медиҳанд. аз адабиёти ҷаҳон, аз адабиёти халқҳои дурназдик дар низомнома 60 нафаранд. киҳоро медонед ки ман аз ҳамон савол бидиҳам? камина аз эҷодиёти Эрнест Хемингуэй, старик имори бо забони русӣ онро мутолиа намудаам. инчунин бо забони тоҷикӣ тарҷумаи баъзе афсонаҳо ҳикояҳоро низ аз бар намудам. аз ҷумла аз Иван Тургенев Муму, аз Валентина Асеева Ранги сабз, аз эҷодиёти Даниэл Дефо Робинзон Крузо, Каштанка аз эҷодиёти Антон Павлович Чехов. аз ҳамон пирамард ва дарё, старики мори пирамард ва дарё як савол бидиҳам. ҳамон ҷо ду қаҳрамони бисёр аз ибтидо то охири асар амал мекардагӣ аст. яке мӯйсафед, яке песараки хурде ки ба ӯ дил баста буд, ӯро дӯст медошт. киҳо буданд ҳамоно? Старик и мальчик были они. Когда старик сражался с акулами, он даже тогда помнил о мальчике. Он очень любил его, и его левая нога была ранена. Он хотел, чтобы именно в этот момент мальчик был с ней. Этот повесть заканчивается с того, что его рыба, которую он его нашел, его рыбачил, его все сидят акулы. Потом его вес было 18 фунтов. Футов. Вот с вами на русском или на таджикском? Он асарҳое ки бо забони русӣ мутолиа намудам, метавонам бо забони русӣ. Где действие происходит в этом произведении? Я имею в виду «Старики море». В какой стране происходит действие этой повести? Там написано, что была терраса, хижина, но не написано было, в каком именно. Но Эрнест Хемингуэй сам американский писатель. Да, действие происходит на Кубе. Куба. Это, да. Соединенные. Спасибо. Саломат бошед. шумо асарҳои русиро ки хондед метавонед мазмунашонро ба тоҷикӣ нақл кунед. асл забони тоҷикӣ аст. ҳар қадар тоҷикиро фасеҳ донед ва аз забонҳои дигар ҳам тавонед ки дар тарҷума ба тоҷикӣ фасеҳ суҳбат кунед, ҳамон қадар беҳтар аст. ҳамон ҷо як ҷузъиёти бисёр пурмаъно аст. ҳамон пирамард вақте ки дар он заврақаш ба пушт мезанад ва осмонро нигоҳ мекунад, мегӯяд ки чӣ хуб аст ки ситораҳои бисёрро мебинад. мегӯяд чӣ хуб аст ки барои мо лозим намешавад ки ситораҳоро бикушем ва бародарони худро шикор карда мо аз он рӯзӣ мекунем, тома мекунем. киро дар назар дорад бародарон? ана ҳамон моҳие ки ӯ кушта буд, азбаски чандин рӯз дар дарё бо ӯ буд, ӯ бо ӯ мисли бародар буд ва ӯ фикр мекард ки ана ҳамон моҳии бузург бародари ӯст ва вақте ки ӯро мекушад бисёр пушаймон мешавад ки гӯё ӯ бародари худро кушта буд. саломат бош.
Shomabunu, have you read any short stories or fairy tales in English? من با زبان انگلیسی آزادانه صحبت کرده نمیتوانم. نه، یگان اثر رو با زبان انگلیسی مطالعه ننمودم. اما یگان شعرها نیز از بر نمودم. تشکر. شما در ادبیات کلاسیکی صاحب جای اول شدید. یک داستان از ادبیات کلاسیکی قرائت میکردید؟ پوره یا پارچه ها؟ ما میخوایم پوره شنویم. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه، از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی که زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. دو دهان داریم گویا مثل نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. یک دهان نالان شده سوی شما، های و هوی در فگنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، که انفغان این سرا هم زان سر است. دمدمه این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست. مرهمی این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. روزها گر رفت گه رفت باک نیست، تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست. هر که جز ماهی سی آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. تشکر. مرحمت باز از استاد بوده که یک قصیده خوانید. مرا بساد و فروری هرچی دندان بود، نبود دندان بل چراغ تابان بود. سپید و سمرده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت. چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود؟ نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز. چی بود؟ منت بگویم قضای یزدان بود. جهان همیشه چو چشم است گرد گردان است، همیشه تا بود آیینش گرد گردان بود. همان که درمان باشد به جای درد شود، و باز درد همان که از نخست درمان بود. بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود، و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. همه چی دانی ای ماهروی مشکین موی، که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود. و زلف چوگان نازش همی کنی تو بده،
ندیدی آنگاه را که زلف چوگان بود. شد آن زمانه که رویش بسان دیبا بود. شد آن زمانه که مویش بسان قطران بود. چنان که خوبی مهمان و دوست بود عزیز. چه شد که باز نیامد عزیز مهمان بود. چی نحس بود همان نحس کیوان بود؟ استاد چی را در نظر نحس کیوان یعنی کیوان به معنای اختران ستاره ها قضا و قدر آمده است که گفتگوی بین محبوبه و خود شاعر را در بر کیوان چه ستاره است؟ کیوان شاید اشاره به ستاره پروین باشد که 6 ستاره در یک جا گم شدند و آن را پروین می‌نامند. ستاره نحس است؟ نه ستاره نحس. بله اشاره به ستاره زحل. میخواستم که از ایجادات استاد ابی عبدالله ردکی یک رباعی قرائت نموده باشم. آمد بری من کی یار کی وقت سحر ترسنده زکی زی خسمش کی پدر دادمش دو بوسه بر کجا بر لب تر لب بود نه چی بود عقیق چون بود چون شکر. تشکر ایجاد رخشانه. شعر زیاد میدونید. شما هم شعر خودتون ایجاد کردید؟ شعر بله. مینویسید؟ بله. مرحمت از شعر خودتون. نخستین مجموعه شعرهایم با نام خورشید جهان‌آرا با دستگیری بابایم نارف نور محمد تمیرویچ چاپ گردیده است که آن را در رویخطم جای داده بودند. اینچنین نقشه دارم که تا سال 2021 در جشن 30 سالگی استقلالیت کتاب دیگرم را به طریق نثر با نام نکوترین کیست و چاپ برآورده باشم. مرحمت یک شعر از خودتون. شعر در وصف پیشوای معظم ملت. با 100,000 صبوری ناترسی و جسوری بهر این تاجیکستان زحمت کشیده شایان. پیشوای عالی جناب ضرورت به ما چون آب دانا هستید عاقل نور و چراغ منزل. مردم تاجیکستان غمگین بودند و گریان. جنگ را خاتمه دادید صلح و شادی آوردید. صلح آمد هموطنان شادی کنید بی پایان. برای بچه‌ها یکان شعر دارید؟ برای بچه‌ها یکان شعر دارید؟ شعر بچگانه از مشاهده‌های خودتان از حیات بچه‌ها یکان شعر دارید؟ بله میخواستم که در وصف غزلی از ایجادیات خودم در وصف مادرم ایجاد نمودم رو قرائت کنم. غزل نیز ایجاد میکنم. آفتاب نوربارم مادرم ای نشاط روزگارم مادرم مشفق و همسایبانی بر سرم راه با چشم انتظارم مادرم. کون لطف و خون اکرامم توی خیرخواه و خیربارم مادرم. دوست می‌دارم تو را مثل وطن از تو باشد افتخارم مادرم. راست گفتن را ز تو آموختم راستگو و راستکارم مادرم. از حکیم کریم چی ها خونده است؟ خوندگید از حکیم کریم آدم در خلطه. آدم و خلطه باز اینچنین دیگر حکایه های آن کس را نیز خوانده بودم و عین زمان دلپرانه میگم آدم در خلطه. آدم در خلطه باز کدام حکایه ها نوشتگی مشهورند مثلا در ادبیات ما؟ آنچه خود مطالعه نموده ام میدانم. آنچه دیگر ها مطالعه نمودند و من نخوانده ام وقتی که از ایجادیات حکیم کریم باشد من نمیدانم. شما گفتید که یک رمان بسیار عجیبی دانیل دفو سرگذشتی و رابینزون کروزو را خونده اید. این با سن سال شما هم این رمان موافق است. دو سوال دارم یک بار پاسخ بدهید. یکم اینکه این اثر از کدام جهت به شما پسند آمد و دوم اینکه رابینزون در همون جزیره بی‌آدم چی حادثه باعث شد که
منزل دومش رو بسازد. تشکر. رابینزون کروزه از این سبب به من پسند آمد که واقعه های شوق‌آوری که با او میگذرند خیلی عجایب هستند، غرایب هستند و رابینزون کروزه پدرش نمیگذاشت که او به بحر رود، اما او خودش میخواست و به خواستی خود عمل کرد و به آرزویش رسید. از همین جهت این اثر به من پسند آمد. از جهت دیگر باشد، سوالی دومی که شما دادید، وقتی او سبب دوستش جمعه سبب می شود که او خانه دومی خودش را سازد و این چنین چندین سبب ها دارد. یکی از سبب هایش آن است که او سالهای طولانی در آنجا عمر به سر میبرد. او میترسد که یگان حیوانهای وحشی باید حمله نآورند و این چنین میترسید که در اولهای با جمعه دوستی کردنش میترسید که جمعه نیز خود او را استعمال نماید. زمین جنبی که می شود از این هراسیده بعد دیگر جو خانه می سازد. تشکر. این یکی از سبب هاست. تشکر. تشکر. تشکر خانم. تشکر. سلام، سلام عالم پاینده سخن آباد. سلام ای پدری شعر، ای نخست استاد. سلام چار باغ سبزی چار فصل خرد. سلام نکهت نوروزی باغ گل ایجاد. سلام با گرمی و نور انوار آفتاب. پیام از دنیای پر از خرد و فضل کتاب. نصیب سمع مبارک کل شما باد، دوستداران علم و فرهنگ، بزرگان داور. ادیب بزرگ روس ماکسیم گورکی می گفت که وقتی که من رمان لیو نیکولایویچ تولستوی جنگ و صلح را خواندم، من فهمیدم که من اکنون آهنین هستم. من به خلاصه آمدم که کتاب ها آدم را دندان ناگذر می کنند. پس روحیه ما، شعور ما، باطین ما، آینده ما امروز رویین تن است. ما از آینده ها امروز با خرسندی گفته می توانیم که این انقلاب مدنی یعنی آزمایش بزرگی چون فروغ صبح دانایی و ما امکانیتی فراختری می آورد. چون دیگر اشتراکچیان این بخش تنها در دایره 4 نومیناسیون برآمد نمودن، گفته می توانم که من آماده هستم از روی 5 نومینه به شما آن چیز ملکه‌ای که دارم پیشنهاد نمایم. یعنی در دایره شعر نیز مشق می کنم از خردی در دایره شاعری، و چون شیرین ترین نومینه در آزمون ما نومیناسیون بچگانه است، می خواهم برآمد خود را اگر شما اجازه دهید با پاره از منظومه استاد باقر رحیم‌زاده چشمش علا شد آغاز کنم. با جای شما. مرحمت. علی جانی با آداب، گوش به من ده مکن خواب. بود نبود یک پلنگی با یک روباه لنگی، در یک بیشه جا داشتند، هر دو مراسا داشتند. یک جا یک کار میکردند، هر دو شکار میکردند. وقتی شکار همیشه روباهی پر اندیشه، هله میکرد و نیرنگ پیش میگذشت از پلنگ. سیده اگر شد پیدا روباه ایستاده در جا، پلنگ را میفهمانید. روباه میگفت اندک ایست، اکنون پشمویالت خیست. پلنگ هم تیار میشد، در اجرای کار میشد. اول میزد او مهمیز، بعد یک باره میزد خیز. سیدش را میخوابانید، دلش را میدرانید. بعد یک جایه میخوردند، به خانه هم میبردند. روزی گربه با خرگوش میگفتند خانه موش. ناگاه آواز شنیدند، گفتنشان را ماندند. سخن را شنیدند، شکارشان را دیدند. گربه گفتا به خرگوش، همه‌اش را گیر در گوش. دیدی روباه لنگ را؟ چی ها میگفت پلنگ را؟ پلنگ را او دلیر کرد، دیدی چگونه شیر کرد. اما تو باشی خرگوش، از پس من مثل موش. لیکن میگردی، راستش جوره نامردی. از امروز بعد در بیشه
پیش رفت از من همیشه. دیدی مثل پلنگم، تیزتر از او چنگم. و من میخواهم نمونه ها از هر یک ژانری که در نامینه هست و شما پیشنهاد کنم. شعر از استاد میرسعید میرشکر. گمان مبرید که من خرد هستم، انا ببینید جاروب به دستم، با این جاروبم خانه میروبم. در دست کوجچه روان با شتاب، بر لبی چشمه از برای آب. شیرین است آبش، قندین است آبش. نخندید شما، من راست میگویم، دیگ و طبق را خودم میشویم. باید در خانه یاری رسانم، مثل دوگانم به مادر جانم. او پختکار است، کارش بسیار است. شعری اکه دمدراز از استاد امیرجان شکوهی. اکه دمدراز من با تو اراز، از برای چی دزدی کردی باز؟ تخم مرغ من بردی از کتک، شکسته خوردی آن را بی نمک. من تو را دارم هرچی میکنم، بال و پرت را قیچی میکنم. شعر از عبید رجب. آلوچه گولی بادام، من دخترکی دادم. دادم شینن چای خورن، من چای ریزکی دادم. آلوچه گولی بادام، من دخترکی دادم. از صبح تا شام میگردم، گردی سرکی دادم. یکی از افسانه نویسان مشهوری که امروز ما در زمان معاصر داریم این استاد عزیزی عزیز هستند و چون در این بخش تا این زمان افسانه از استاد نشد، میخواهم افسانه مشهورترین استاد دانشمند و دیودرخت را گویم. دانشمندی به مملکتی می رود که آنجا قریب یگان مردی نبود. همه مردها به بیشه می رفتند و دیگر باز نمی گشتند. دانشمند از این حیران می شود، می گوید این چی گپ است؟ به سوی پادشاه می رود و به آن پادشاه می گوید. پادشاه به دانشمند می گوید ما یک حال تباه داریم، در مملکت ما قریب که یگان مرد نماند. من نیز از ترس جان خود در اینجا ایستادم. به همان بیشه یک مرد رفت، در آنجا دیگر باره برنگشت. دومی رفت، سومی رفت، دیگر همه برنگشتند. دانشمند به آنجا می رود و پیش از آن که برود پادشاه به او گفته بود که در آنجا دیودرخت هست. اگر تو تا غروب آفتاب دیودرخت را پیدا کنی، پس تمام آن مردهایی که آنجا بودند از اسارتی که در همانجا هستند آزاد می شوند. می گوید میلش. آنجا می رود، این سو نگاه می کند، آن سو نگاه می کند. بعد یک باره دیودرخت را می یابد و از بیخش آن را نصف کرده می پرتاید. سر در کجا بود؟ دانشمند از کجا فهمید که محض همین درخت دیودرخت است؟ در اینجا زیرکی دانشمند کار داد که درخت موجود طبیعی است و او برگ دارد، اما دیودرخت برگ نداشت. دومی این که بس شاخ و نوده های آن دیودرخت پرنده ها نمی نشستند. پرنده به آن درخت نزدیکی نمی کرد. برای همین دانشمند فهمید که آن درخت دیودرخت بوده است. از نامیناسیون ادبیات بچگانه تیزگویک نیز طلب می کند. اگر خواهید اجازت باشد چند تا میگم. 6 ضرب 6 شود 36. درساز در ساخت. معما نیز هست. مطلب یکو، طلب یکو، طالب دو. در باغ جهان سیب یکو، راغب دو. کو اهل سخن معنی این نقطه روان، در ملک بدن جامه یکو، صاحب دو. یا اینکه دیگر معما. بگردی کعبه هندو گشت، کافر بود مسلمان شد. چه کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی؟ باز در آنجا لطیفه ها نیز هستند. اگر خواهید چند تا لطیفه میخواهم نقل کنم. طلحک شاه برای زانوهای طلحک سر را مانده بود و غنب میرفت. ناگاه او از طلحک پرسید تو مرا گوش کن، دیوسان را کی میشوی؟ طلحک گفت بالیشت میشوم. وقتی که از افندی پرسیدند برای چی همین مردمی ما قاشق پاشق میگویند، مکتب پکتب میگویند، آدم پادم میگویند، مگر پادم نیز در دنیا هست، پاشق نیز هست؟ افندی فکر میکند میگوید برای آنکه آنها خودشان عقل پقل ندارند. نامینه ادبیات بچگانه یک نامینه است که
هم شعرهای زیاده دارد، هم نثر نیز زیاد است. من فکر میکنم ادبیات بچگانه کافی است، ادبیات کلاسیکی. ادبیات کلاسیکی یک ادبیات بسیار فراخ است و با اجازت شما من میخواهم همان از نمونه ژانرهای ادبی بخوانم که تا حال دیگر اشتراکچیان نخوانده بودند. شروع میکنم با اجازت شما از ابا عبدالله رودکی. زهی فسوده جمالی تو زیب و آرا را، شکسته سنبل زلفی تو مشک سارا را. قسم بلان دل آهن خورم که از سختی هزار نقش نهاده سنگ خارا را. که از تو هیچ مروت طلب نمی دارم، که کس ندیده زی سنگین دلان مدارا را. هزار بار خدا را شفیع می خوانم، ولی چه سود که تو نشنوی خدا را. تو رودکی به غلامی اگر قبول بکنی، و بندگی نپذیرد هزار دارا را. از ابا عبدالله رودکی ربایی. در رهگذری با چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراغی که تو راست. بوی جگری سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تو راست. به روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد. با وصف تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. بر عشق تو هم نه صبر پرداز نه دل، به روی تو هم نه عقل برجاست نه دل. این غم که مراست کوی قاف است نه غم، این دل که تو راست سنگ خاراست نه دل. در اینجا از کلاسیکا زیاد غزل خواندن، اما غزل از رابعی بلخی نشد. میخواهم قرائت کنم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سخت‌تر گردد کمند. غزل از مولانا رومی. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل از کعبه معنی تو گل چه پنداری. طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود، که تا به واسطه آن دل به دست داری. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دل بیازاری. خموش وصف دل اندر بیان نمی گنجد، اگر به هر سری مویی 200 زبان داری. نمونه ربایی از ایجادیات مولانا رومی. با یار به گلزار شدم رهگذری، بر گل نظری فکندم از بیخبری. دلدار به من گفت که شرمت بادا، رخسار من اینجا و تو بر گل نگری. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بگو علم آموز، تا تاج نبیرگانی آدم باشی. از ادیب صابر میدونید غزل؟ از ادیب کی؟ ادیب صابر ترمیزی. از بد کردم لیکن از یادم برآمده است. از نوایی چی؟ از نوایی، از فانی. نامیناسی جهان. از غزل‌های تاجیکیش. از بر کرده بودم لیکن از یادم برآمده است. از عبدالقادر بیدی. عیش داند دل سرگشته پریشانی را، ناخدا باد بود کشتی طوفانی را. اشک در غمکده دیدن ندارد قیمت، از بنی چاه برآرین مهی زندانی را. غزلی بسیار مشکل است استاد، میبخشید. اگه دوستان شما میتوانید قرائت کنید از ادبیات کلاسیکی؟ از ادبیات کلاسیک از بس که نامیناتی من جهان بود، من از شاهنامه از یاد کرده بودم، از داستان کاوه و ضحاک کمتر میتوانم قرائت کنم، اما از نینامه باز مثنوی معنوی، لیکن
بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح دردی اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش من به هر جمعیت نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی از زن خود شد یاری من از درون من نجست اسرار من. از سیدای نصفی یگون بهاریاتش هم میدونید؟ از سیدای نصفی بله بهاریاتش را یگون پرچش خونید؟ از یاد نمیدونم استاد. یگون غزلش هم مثلا مرغ بیبال و پر دیدم دلم آمد به یاد ناله چغز شنیدم منزلم آمد به یاد از فریب و وعده های او شدم راضی به مرگ شب همه شب دست و تیغ قاتلم آمد به یاد در تلاشی بحر چون گرداب سرگردان شدم حسرت لبهای خشک ساحلم آمد به یاد سر نزد اشک سیدا دیدم به خاک افتاده برگ تیغ ناحق خورده سیدی بسمیلم آمد به یاد. میباشید استاد کم در خطا کردم. یک دو بیتی از بابا طاهر خوانید، یک قطعه از جامی عبدالرحمن جامی. خوب شده است. دو بیتی از بابا طاهر اوریان. مرا نه سر نه سامان آفریدند پریشانم پریشان آفریدند پریشان خاطران رفتند بر خاک مرا از خاکی ایشان آفریدند. یک قطعه از عبدالرحمن جامی. ممکن است اول حکایتش رو گویم بعد حکایت از بهارستانی عبدالرحمن جامی. پسری را پرسیدند میخواهی که پدرت بمیرد و همه میراث از تو شود؟ پسر گفت نه میخواهم که کشندش که دیت هم بستانم یعنی خونبه ها نیز بگیرم. فرزند نخواهد زی پی مال پدر را خواهد که نماند پدر و مال بماند خوش نیست زی مرگی پدر و بردن میراث خواهد که کشندش که دیت هم بستاند. از کمال خوجنده میخوندید؟ میخواهم استازاد بخونم. ای ریخته سودای تو خونی دل ما را به هیچ گناهی بنواز دم خسته شمشیر جفا را باری به نگاهی بادی سحر از رزوه رزوان خبر آورد امروز به گلزار ای سروی روان هست مگر پیکی صبا را در کوی تو راهی کس نیست که بر بوی گلستان جمالت در باغ طرب نیست چون لاله ز غم چاک زده جیب قبا را و افکنده کلاهی زنجیر سری زلف تو را با همه خوبی سنبول نتوان گفت هرگز نکند هیچ کسی مشک خطا را نسبت به گیاهی بشکست همه لشکر سلطان کواکب بر هر طرف امروز کان زلف زره پوش تو از عنبر سارا آورده سپاهی از حال پریشانی کمالت خبری نیست هیهات چه تدبیر آن کیست که تقریر کند حال گدا را بر حضرت شاهی. اگر خواهید حکایتی از رساله دلکشا بعداً حکایتی از گلستانی شیخ سعدی شیرازی براتون حکایت کنم. حکایت از رساله دلکشا. عبید زاکانی در آخر عمر فرزندانش را جمع می کند و می گوید من تمام عمر ثروت جمع کردم نخوردم نپوشیدم تا به شما میراث ماند. بعداً می گوید در حجره دیگر صندوقی هست داخل وی پر از طلاست و اما شما آن صندوق را حاضر باز نکنید. وقتی که من مردم پس از مرگم می توانید باز کنید. فرزندان بیقرار می شوند مرگ پدر خود را انتظاری می کشند. وقتی که مرگ پدر در رسید حتی به گور و چوب وی هم اعتبار نداده به همون نزد صندوق می روند و در آنجا تنها به جای طلا یک بیت می یابند. خدای داند و من دانم و تو هم دانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. حکایت از گلستان شیخ سعدی شیرازی. خلیفه هارون الرشید شب خواب می بیند که او را همه دندانها بریختند. از وزیر اولا می پرسد من خواب بدیدم که همه دندانم بریخت
پس بگو تعبیرش چیست؟ فکر میکند وزیر، فکر میکند، میگوید من میدونم همه خویشاوندان شما بمیرند و بمیرند و بمیرند و شما از همه آخر بمیرید. فرمانش داد تا 100 درزه بزنندش. با وزیر دوم که سوال داد همین خواب من تعبیرش چی است؟ گفت از سرنوشت وزیر اوله عبرت برداشت و گفت شما از کلی خویشاوندان خویش عمری زیادتر خواهید دید. پس سپارش داد به او 100 تنگه طلا بدادند. این حکایت معنای آن را دارد که معنا همون چیز است، هم معنا یک است در هر دو تعبیر، لیک طرز گفتاری بیان. حکایتی هست که همون ما میدانیم وقتی انوشیروان عادل از پس شبدیز میمرد میگوید کسی به من بگوید که شبدیز مرد من او را خواهم کشت. وقتی شبدیز میمرد دیگرها به دیگر نگاه میکنند این را به انوشیروان کی خواهد گفت؟ زیرکی پیش میباید و میگوید من میدونم. به نزد شاه میباید میگوید پادشاهم با شبدیز یک حالت رخ داده است. چی حالت رخ داده است؟ او در زمین خواب نه میخورد نه مینوشد، دو دست و پایهایش به زمین کشال، حتی یک آواز هم نمیبرارد. هر چقدری که انتظار میشویم تا یک حرکت کند هیچ حرکتی نیست. ما نمیدانیم با او چیکار کنیم. انوشیروان از جاش میخیزد تو چی گفتنی هستی؟ شبدیز مرد؟ میبخشید میگد پادشاهم این عیبی من نیست، شما خودتان گفتید که شبدیز مرد، من نگفتم که شبدیز مرد. این معنای آن را دارد که شما خودتان را میکشید. همین حکایت در کدام یک داستان کلاسیکی هست؟ در داستان کدام شاعر کدام داستان هست؟ در داستان همین قصه همین شبدیز اسب کدام شاه هست؟ از انوشیروان عادل است؟ نه. از در داستان نظامی گنجوی؟ کدام داستانش؟ به فکرم در خمسه اینا واخورده بودم من. خمسه کدامش؟ شاید خوب. اون سوال هست؟ ادبیات کلاسیکی بود. مرحبا. از اثرهای نثری شما چی مطالعه کرده؟ از اثرهای نثری من گلستان شخصیت شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، رساله دلکشای عبید زاکانی، از نثر روایتی سمک عیار، سنباد دریاگرد، از نویسجات قدیمی که از ادبیات باستان گویم درخت اسوریک، یادگار زریران، کارنامه شیرک، باز اوستا، تومیریس و کروش. او من همون طلباتی که از عنصر معالی کیکاووس قابوس نامه را بله اگر خواهید یک حکایت نقل میکنم. حکایت نقل حکایت از قابوس نامه عنصر معالی کیکاووس. امی خلیفه محتسم به نزد خلیفه محتسم یک اسیری را میبیارند و آن اسیر باید کشته میشد. اسیر میگوید خلیفه او من میگوید به خلیفه مراجعت میکند که عالی جنابم من حاضر به همین هم میمورم، به من یک اجازت ده که آخرین خواهشم را گویم. پس اسیر میگوید آخرین خواهش من همین است که به من یک جرعه آب دهید. میگوید باکی نیست، هر چقدر خواهی بنوش. یک جرعه آب می نوشد و وقتی که جلاد نزدیک میباید اسیر میگوید من در این خاندان بیگانه بودم، اما وقتی که از خاندان شما آب نوشیدم پس من به شما حق مهمانی دارم و در آیین مسلمانی مهمان عطای خداوند است میگویند. پس شما حقوق ندارید من که مهمان هستم، من که عطای خداوند هستم مرا قتل کنید. امیر محتسم خلیفه محتسم با دانشمندی و زیرکی اسیر گویم بهای بلند میدهد و میگوید تو آزادی، اما از این پس کاری که کردی که برای اون کشته خواهید شد دیگر نکن. تشکر. میگذاریم بعد ادبیات معاصر. مرحمت. خودتون اول قرائت کنید، موسیقی که پیشنهاد میکنید بعدا سوال جواب میکنید. چیست استقلال عزت داشتن،
بر دیار خود محبت داشتن، در زمینی شهرتی آزادگان، دانه مهر و محبت کاشتن. و چون از 4 پاره آغاز کردیم، میخواهم 2 بیتی از استاد رستمی وهاب قرائت کنم. زمین و آسمان از مادران است، حیات جاودان از مادران است. جهان به مادران روز ندارد، همه روز جهان از مادران است. در ردیفی همین میخواستم 1-2 بیتی از استاد نظام قاسم قرائت کنم. سحر میخواند باران پرغمانه، به گوشی سبزه های ترترانه. شدم آب و ادا تا سبز باشید، شما پروای من دارید یا نه؟ اجازت باشد 1 غزل از استاد فرزانه قرائت کنم. بگو خورشید برگردد به بامم، به بوی صبح بگریزد ظلامم. سلام عشق پدرود محبت، به سمت توست پدرود و سلامم. مرا 1 قله پیما هم نپیمود، هراسید از بلندی های نامم. در این دیگی که نامش زندگانی است، همه پختند 1 من باز خامم. طلسمی عشق میخواهد دل من، که می آید که اندازد به دامم. چو شبکورم که چیزی را نبینم، اگر مهتاب هم بخشی به بامم. اگر مردی به جای من تو بستان، ز قلبی مرده خود انتقامم. اینجا ادبیات از داستان‌های معاصر کدامش از یاد میدونید؟ از داستان‌های معاصر میتونم با شما پارچه ها از جانی شیرین. پورا یگان داستان از یاد نمیدونید؟ استاد از بس که من نامینم خارجی بود، من از بس که سال گذشته نیز در ملت شاه جایزه بودم، پاره ها میتونم با شما قرائت کنم. پارسال هم ادبیات خارجی بود نامیناتیتون؟ نه، سال گذشته من از روی هر 4 نامیناتی برآمد میکردم. این شبی تورش روی بارانی، کلبه مادرم به یاد آمد. بام او میچکید ز باران ها، عالمی در دلم به داد آمد. در چنین کلبه فقیرانه، با دلی راست مادرم داراست. کودکانش به هر کجا رفتند، مانده در کنج خانه تنهاست. شاید او با امید عفو گناه، رمضان است و روزه می دارد. وقتی افطار چکچکی شبدار، هیچ بر گوش او نمی فارد. یا که در جانمازی فرسوده، ذکر الله می کند در دل. یا ز پروردگار می خواهد که ز جنت ورا دهد منزل. بود وقتی که مادری پیرم، تازه رو بود میله تر داشت. میلهش داشت بوی جرغاتی، حیدری خزینه زر داشت. آستینی فراخ تا آرنج، برزده با 1001 تدبیر. گویا حق کودکانش را می ستاند از قلم کشی تقدیر. صبحگاهان چو گاو می جوشید، پشت او را به مهر مالیده. می فتاد اندرون شیردوشه، میله هایش ز شانه لغزیده. هرگهی در تنور بازودار، کلچه هایی به شیر می چسباند. سری میجگان و ابروانش را، لخشه های تنور می سوزاند. شیر بود دست های او شبها، به سرم نرم نرم می لغزید. به سخن پیلک های چشمی مرا، به سری پنجه هاش می مالید. چقدر در دلم تمنا بود، لیک از سادگی نمی گفتم. همزمان دستی او بروی دلم، و سها را شمرده می خفتم. مادرم مادری بهشتیم، جای تو در بهشت تعیین است. لیک حالا که می چکد بامت، من ندانم چه روز سنگین است. مادرم مادری بهشتیم، آسمان باعثی چه گریان است. اشک تو بس نبود که در دنیا، باز باران و باز باران است. رانا جان، من به هم سوالم برمیگردم. کدام داستان‌های خوانده؟ داستان‌های ادبیات معاصر، ادبیات نوی تاجیک از استاد عینی سرکرده تا امروز. از داستان‌های معاصر من داستان سیاه هندی استاد میرا ترسون زاده، حسن عرابکشی استاد، بعداً از استاد جانی شیرینی
استاد میرزا ترسونزاده پاره ها از یاد میدونم، از یعنی خواندم و داستان های موچوی دینپر، موچوی برادری، دیگر داستان های مشهوری که ما داریم از استاد میرسید میرشکر آنها رو مطالعه کردم. موچوی دینپر از کی است؟ از موچوی دینپر از استاد مومین قناعت است و من در نظر دارم داستان هایی که استاد میرشکر دارند و اگر خواهید میتونم پارچه از حسن عرابکش به شما پیشنهاد کنم. پوشت مشکا با خبر مردم، به قفایت نگاه کن نانوای، های هیزم فروشی ورزابی، خری خود را کش از درون نیلای. با چنین شور و ولوله آمد حسنی آشنا عرابه سوار، آدمان را به هر طرف رانده میگذشت از میانه بازار. شما آثار زیادی منصور از زیاد میدونید و به شما احسان میگویم. من میخوام که یک قابلیت دیگری شما خودتون رو به ما نمایش بدید، قابلیت صاحب اندیشه، یعنی تحلیل خودی داشتن. در همین ادبیات نوی ما قصه مرگ صدخوری استاد عینی خیلی شهرت یافته است در ادبیات جهان. در ادبیات جهان به همین مانند کدام اثری هست و چی چیزهای از نظر شخصی شما ماننده ها و فرقیت های در این میبینید؟ یعنی ما میخوایم اندیشه خود شما رو بفهمیم. تشکر زیاد استاد. اثری نویسنده بزرگ فرانسه آنور دی بالزاک که همه ما آن را میدانیم، گوبسیک، و ابرزی قصه مرگ صدخوری استاد صدرالدین عینی، یعنی گوبسیک و خاری اشکنبه دو ابرزی جاویدانه ادبیات هستند که آنها را اثر گوبسیک آنور دی بالزاک و اثر استاد عینی شباهت زیاد دارد. من فکر میکنم از روی مطالعه که من کردم گوبسیک در آنور دی بالزاک یک ابرزی هست که حتی در رمان پدر گوریو هم گوبسیک هست و همین دو رمان بین خود یک رابطه دارند که همان انستازی گرانده که در پدر گوریو هست در همین رمان گوبسیک به حیث یک چهره الهیده تصور کرده می شود. وقتی بریلیانت هایش را می بیارد برای با مکسیم 100,000 مبلغ گرفتن. شباهت و فرقیتش در آن است که یک شباهتی از همه اساسی آنها موسیقی آنها است. آنها از تمام ما میدونیم یک جنبه از همه زیاد است که همین خاری اشکنبه در یک شبانه روز یک مرتبه یک قند گوگرد استفاده میکرد و گوبسیک باشد که در اروپا است در یک شبانه روز همگی یک مرتبه از لامپای خودش استفاده میبرد. باز جنبه دیگرش بر آن است که شکلی فایده بردند. آنها هر دو سودخور بودند، یعنی فایز بر زیاد می گرفتند. آنها مبلغ را با عوض یگان چیز می دادند. مثلا همان حکایه انستازی را گیریم، اگر با عوض بریلیانت های خانوادگی شوهرش داده بود و به اندیشه خود من عمومیت و فرقیت بین گوبسیک و خاری اشکنبه در آن است که گوبسیک یک عادت عجیبی دارد که در برابری همین قدر موسیقی بودنش باز در وی یک حسیاتی هست که به مشتریان خود امکانیت بدهد، اما در خاری اشکنبه این نیست. ما میدانیم از قصه مرگ صدخور همان قصه را که از پشت همین خصلتش، از پشت همین به آدمان باوری نداشتنش او مرد. از پشت همین در خانه روزی ارباب در دیهه به سوختار جوتار شد و او من اندیشه میکنم گوبسیک و مرگ صدخور دو ابرزی جاویدانه ادبیات. یک سوال دیگر ممکن است؟ یک سوال دیگر. همین در ادبیات دوره نوی ما، ادبیات تاجیک، یک نویسندگانی هستند که سبک نوشتارشون از ادیبان پیشینه خیلی فرق میکنند. من بهمنیا را در نظر دارم، من محمد زمانی صالح در نظر دارم، سیف رحیمزاده افردی در نظر دارم. از همین ها چیزی خونده اید شما؟ البته من از ما میدانیم که فانتاستیک در ادبیات تاجیک عموما چیزی نو وارد کردن در نثر این زاده دوران انامین ادبیات معاصر است و شادروان استاد بهمنیار من زیادتر رمان شاهنشاه آن کس را دوست می دارم. سرواهایشان را بسیار می خوانم.
махсусан ҳамон қисмати навеллаи хурди он кас ду достонро бисёр мехонам ва дар доираи ҳамон саргузашти бевамард ҳатто соатҳо андеша мекунам ки ин чӣ гуна як фантастикаи баланд аст ва кулли мо медонем асари машҳуртарини шодравон устод баҳманёр сармаддеҳро, яъне ба ибораи дигар зодгоҳи хаёлии устод баҳманёр ва деҳае ки дар он ҷо барфҳои кабуд меборанд. ва ман аз бисёртар боз дар адабиёти мо як ҷанбаи ҳамин аст ки асарҳои устод Сорбон, агар устод баҳманёр бо фантастикаю бо тахайюлоти худ фарқ кунанд, асарҳои устод Сорбон бо он фарқ мекунад ки махсусан дар ҳамон китоби Дашти Морон ва Чархи эҳтиётӣ ва мақолу зарбулмасал ва лаҳҷаи халқ дар устод Сорбон бениҳоят зиёд аст. ана ҳамон сухану диалогҳои монологҳое ки дар асарҳояшон мешавад зиёдтар ба забони лаҳҷагии ҳамон маҳалҳо гуфта мешавад ва ин бениҳоят зиёд ширин аст. аз устод Саттор Турсун чӣ хондаед? аз устод Саттор Турсун ман Камони Рустамро хондам. боз якта ҳамон аз устод дигар китоб ҳамин Камони Рустам. аз Бароти Абдураҳмон чӣ гуна асарҳои муҳим навиштааст? Бароти Абдураҳмон ман аз иҷодиёти он кас қадар нахондам. раънохон аз Сотим Улуғзода шумо чӣ мутолиа кардед? аз Сотим Улуғзода ман Восе, Навобод, Саргузашти Собир, қаҳрамониҳои Денис Вислав ва Одер, Ёрони боҳимат. ҳамин воқеаҳое ки дар асари Восе тасвир ёфтанд, воқеаҳо дар куҷо мегузаранд? воқеаҳо асосан дар Балҷувон мегузаранд. сабаби ҳамин шӯриш аз чӣ аст? мо медонем ки соли 1888 марди ҷувозкаше аз деҳаи аз қисмати Балҷувони аморати Бухоро аз деҳаи Дараи Мухтор шӯриш мебардорад бар зидди Амир Музаффархон ва ана ҳамин шӯриш дар соли 1888 сабабаш озодихоҳӣ буд. аз сабаби он ки қисмати зиёде аз заҳматкашон дар он солҳо аз ҳад зиёд ҷабрдида буданд, андозҳо зиёд буд ва вақте ки ҳамон доруға аз пушти он ки Ҳасан ва Давлат рафта ҳамон хушаҳои ба замин рехтаро бар тоқи худ чида оварданд ки ҳамон Гулизор барои онҳоро бирён карда диҳад, вақте ки доруға аз пушти ҳамин як чизи ночиз онҳоро мезанаду аз ҳамон дорои на он қадар зиёде ки Восе дошт аз ӯ кашида мегиранд, ғазаби Восе боло мегирад, ҳисси озодихоҳии ӯ боло мегирад ва ӯ шӯриш мебардорад ва ин шӯриш қатл мегардад? дар қатл расонда дар чӣ гуна? Восеро ба дор мекашанд. ташаккур. адабиёти ҷаҳон чӣ медонед? марҳамат пешниҳод кунед. адабиёти ҷаҳон худ номинаи худам аст ва аз тамоми шоиру нависандагоне ки дар номина ҳаст чизе гӯед тайёрам ба шумо ҷавоб диҳам. аз адабиёти рус, аз адабиёти ғарб агар бошад қироат кунед, агар тавонед ба забони кӯно иҷод кардан. қисмати як порча аз фоҷиаи Вильям Шекспир Ромео и Джульетта в усыпальнице. Перед смертью на них заходит смех, свидетели зовут веселье это. Прощальными зорницами теперь проверяю я, зорницы ли это вспышки. Любовь моя, жена моя, конец, хоть высосал, как мед, твое дыхание, не справился с твоей красотою. В тебе не погасли знамя жизни, горят в губах и щек твоих. И ты здесь, в красном саване, Тибальд, какую радость я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукою, сейчас сражу я твою убийцу. Прости меня, Джульетта, ради чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя в живьем и здесь, заперти, любовницу держит. Под страхом этой мысли здесь остаюсь и никогда из этой тьмы не выйду. Здесь остаюсь, здесь отдохну навек в обществе червей, твоих служанных новых. В последний раз любуйтесь ее перед смертью глаза. В последний раз обвейте ее руки и вы губы. Жарким поцелуем
Сюда, угрюмый переводчик, пора разбить потрепанный корабль с разбега о береговые скалы. Пью за тебя, любовь. Ты не солгал, аптекарь. С поцелуем умираю. адабиёти шарқ дар адабиёти ҷаҳон бисёр фаъол аст ва агар хоҳед намунаҳо аз иҷодиёти адибони ҳиндустон, покистон, афғонистон қироат кунам. Аз Ҷуброн Халили Ҷуброн ман повести гӯем машҳуртарини он кас ба забони русӣ хондед ё тоҷикӣ? Ба забони русӣ «Сломанные крылья». дар таронаҳоятон аз он илҳом гирифтед? Бале. таронаҳои руситон? бале, аз таронаҳои русиям ман эҳсос кардам барои савол додам. ташаккури зиёд устод. Шумо бисёр зиракона қайд кардед ки ман зиёдтар аз Ҷуброн Халили Ҷуброн, Рабиндранат Тагор, баъд аз таронаҳои Блитис бо забони русӣ тариқи интернет мехонам, аз он илҳом мегирам. баъд дар навиштани таронаҳо зиёдтар ба ман таронаҳои устодам Теймур Зулфиқоров бисёр илҳомбахш ҳастанд. Хусусан ҳамон китоби «Золотая пиала любви», пиёлаи тиллоии муҳаббат барои ман илҳомбахш аст. ба чӣ далел масалан дар навиштан ба забони русӣ рӯй меоред? он чизҳое ки ба русӣ менависед ба ҳамон сурат аз замири шумо шакл гирифта мебароянд ё ки аввал тоҷикӣ менависед баъд тарҷума мекунед онҳоро? ташаккури зиёд устод. мо медонем ки адабиёти ҳам классик ва ҳам муосири мо дар дунё зиёд аз тарафи донишмандону тарҷумонон тарҷума шудааст. лек агар мо бо дигар забон худ эҷод мекардем, бо забони русӣ шеър менавиштем, бо забони англисӣ дар баробари забони модарии худ шеър менавиштем, адабиёти дигар халқиятҳо аз сиру асрори мо бо забони асл огоҳ мешуданд ва ман маҳз бар хотири ҳамин мақсад ба навиштани таронаҳои русӣ оғоз кардам. забони асли шумо ҳамеша забони тоҷикист? дуруст аст устод, забони асли шумо тоҷикист. албатта хуб аст ки тавонед ки ба забони русиву англисиву дигар забонҳо дар сатҳе нависед ки дар ҳамон сатҳ шуморо қабул кунанд. дуруст аст устод. вале ҳамеша забони асли шумо, забони тафаккури шумо, забони замири шумо тоҷикӣ ҳаст ва бояд ки он гуна асар нависед ки дигарон ба суроғи асарҳои шумо омада онҳоро гирифта тарҷума кунанд, ҷустуҷӯ кунанд, мисли ҳофиз, мисли румӣ, мисли фирдавсӣ. инҳоро аз тамоми дунё талаб карда ба забонҳои худашон мегардонанд. лекин албатта ин имтиёз аст ки шумо ба ин забонҳо тавонед ки ҳамин гуна равону фаҳмову дилпазир бинависед. саломат бошед. ташаккур устод. Ранохон аз Чингиз Айтматов шумо чӣ хондед? аз Чингиз Айтматов нависандаи бузурги қирғиз ман хондам «Бахияна», «Белый дождь», «Первый учитель», «Маленькое облачко», Чингизхана. «Пора абри сафеди Чингизхон, бале. қаҳрамонҳои асосияш ки? «Пора абри сафеди Чингизхон» асосан танҳо ҳамин персонажҳои асосия ин Абутолиб Қутибоев аст, Тамсихбоев аст, Зариф аст. How many fictions did you read in English? And did you try any time to write in English? Any stories and novels? Thank you. To write in English is too difficult for me. You understand me? To write in English, to write by English, it's too difficult for me. But I always read in English, especially from British literature. Especially my favorite novel in English, it's Headless Horseman. From English writer Thomas Mann Reed and Martin Eden. It's a novel by John Griffith. So could you tell us a part of this, the Headless Horseman? Yeah. Could you tell us a part of this story? Of course. You want to tell me, or any part? Any part, of course.
Thank you. I want to tell you one very beautiful part, but very dangerous, but very bloody part of this novel. When Louisa want to meet the Maurice after he's fighting with Captain Cassie Calhoun, he think, if I will read it to Maurice, what he will think about me? I'm a girl from the Hyde faction. I'm a girl from by Woodley Poindexter is one of the richest men of this state. What he will think about me? And this part is very sad part because Louisa thinks that Maurice Gerald, the man from Ireland, don't love her. Okay, thank you. What did you get by reading of this story to yourself? Yeah. My own relation, you mean? Yeah. I think this novel is very specially. It's very specially from all that book that I have read up this time, because this novel is too interesting, it's too dangerous, too bloody, it's too fantastic for all of us. And I think everyone who wants to know something from forage fantasy must read this book. تشکر مرحمت کن кофе есть? Можете любимое стихотворение на русском? Хорошо. От произведения Сергея Есенина. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я достаточно некрасив? Несмотря в лицо, а страсти милеешь, руки мне на плечи опустив. Молодая, с нежным осколом, я с тобой не нежен и не груб. Скажи мне, сколько их ты ласкала? Сколько рук ты помнишь, сколько губ? Знаю, все они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. И пусть твои полузакрытые очи, и ты думаешь о ком-то другом. Я ведь тоже люблю тебя не очень, утопая по дальней дорогой. Этот пыль не называй судьбою, вздумная, вспыльчивая связь. Как случайно встретиться с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь, да и ты пойдешь своей дорогой, распылят безрадостные дни. Только не целованных не трогай, только не сгоревших не мани. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, выйду на прогулку, и с тобой встретимся мы вновь, отвернув к другому поближе плечи и немного наклонившись вниз, ты скажешь мне «Добрый вечер», я отвечу «Добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, и ничто не бросит ее в дрожь. Тот, кто любил, уж тот любить не может, тот, кто сгорел, того не подожжешь. تشکر ایجاد. من فکر میکنم شما گفتید که در نمیت شاعری شعرم ایجاد میکنید. من کتاب خودم به ما تحفه کردید. از ایجاد خودتون یک غزل قرائت بکردید. من فکرم دیگر کافی است. تو برغم نامرادی غزلی ستاره بودی، به دفاع نوجوانی بدر از اداره بودی. دل من مسافری، من به میان مجمری، تو چو فتاد سوخت پایش که عجب شراره بودی. سخن نمی توانی بدر از نبات گویی، که شکر بودی و هستی که اصل عباره بودی. دل من به حرمتی تو بلباش بسته مهره، که به بزم دلستانان قبلی اشاره بودی. تو بودی شراره مطلق که غزل ستاره بودی، دل من فدای لحنت که اصل عباره بودی. تشکر. میتونم کافی هستم؟ محترم از یکمون اگر پیشان نباشد مرحمت. شما گفتید با رفاه نوجوانی. من اینجا در کتاب ندیدم که درست‌تر خوانم. با رفاه نوجوانی. رفاه چی معنی دارد؟ استاد اونجا خطا شده است. دفاع است وای. رفاه است. دفاع است. دفاعی. ها دفاع است. یا من خطا شنیدم شاید. نه؟ دفاع. شما نمیخواهید گویید. دفاع نوجوانی. با دفاع نوجوانی ها. خب سلامت باشید. تشکر. پی انشای او صد دل کباب است، سرآغازی تفنن و حساب است. اگر پرسند محفل در چی باب است، کتاب است و کتاب است و کتاب است. تشکر استاد. من در آخر گفتنی هستم که آزمون فروغ صبح دانایی
انقلاب مدنی تاجیکستان است. فروغ صبحی دانایی اثباتگر آن است که خلق تاجیک یکی از آن خلق‌های می باشد که در تمدن کتابخوانی و کتاب آفری در جهان سهمی بزرگی دارد. فروغ صبحی دانایی برای خلق ما یک یادداشت می شود. سالها می گذرند، عصرها می گذرند، اما بابت این آزمایش سخن خواهند گفت که هم جوانان، هم کودکان، هم کلانسالان و هم دانشجویان در این آزمون شرکت کردند و هرچی می دانستند، هرچی خوانده بودند و هیئت داورانی بزرگی چون شما پیشنهاد نمودند. من امید می بندم که این آزمون در آینده ادامه خواهد یافت با باز هم شکوه و شهامت دیگر، با چهره های سخنوری نو و نوترین و ما در آمار کتابخوانی از ژاپنی ها خواهیم گذشت. تشکر.